چیزی مخصوص بله. برای مهری آوردم. البته توی یکی از کتابای من هست، اونجا میتونیم ببینیم. توی اسمش هست وصیت، که من نکنم هیچ وقت برای شما خونده باشم. اگر ناگهان افتادم و حکایت جاری وجود در جوی جانم ساکن شد، بیدرنگ خبر کنید جسدم را بردارند و بی دنگ و فنگ بسوزانند. فرقی نمی کند به آتش کدام مردم، در کدام آتشدان، زیرا مزه سوختن در تمامی زمین یکسان است. زیرا توسن تکاپو به هر سرزمینی مرا کشاند، نخست مزه سوختن را چشاند. اما اگر سوزاندن جسد به روایتی که از تنبور زمانه می‌تراود خرج برمی داشت و خود جسد در جیبش مبلغ لازم را نداشت، تفاوت را از کیسه زمین بدهید. چنین خرجی را مادر دهر بابت پستان خشکیده‌اش که در شباب دندانهایم را سایید و ریزاند و بابت تیغستان سنگلاخی که با نام بدلی گهواره مرا در آن جنباند، به من مدیون است. و اما اگر در آن گیردار برای جسد این جانب مدعی مالکیتی پیدا شد، ریشندود یا گیسدار به ریش و گیسش زار زار بخرید. حتی می توانید نوعی بستنی به نافش ببندید. پر واضح است و شاید مبرهن که من هم مانند همگان در بازار نیاز و ضرورت خویشتنم را شکستم و شکسته هایش را در عوض سقف و سیگار و نان و پلاس و تنبان به کاسه رندان سود و سودا افکندم. بر مالکان آن شکسته ها برازنده تر که با شکسته ملکیشان همچنان خوش باشند و به سودای گسترش مالکیتشان بر بالین جسد بهانه و برهان نتراشند. ای زن از آفتاب هم روشن‌تر است و بی نیاز از ادله که این جسد نیز مانند هر صاحب عله از حفره گرمی برآمد و اگر ادعانامه مالکیت آن به مهر حفره گرم ممهور باشد، مرجع صالحی باید به این جرم مفروض و حق مادام العمر محفوظ برسد. دیگر میماند خاکسترم که باید بی آب غوره و حلوا باد هوا بشود و در این برباد رفتن به ویژه زنم را فراموش کنید، چون به شنیدن واژه خاکستر از هوش می‌رود. ای زن، بنای هر گونه نشانه از قبیل قبر و باقی قضایا بر اساس این جانب و بقایا اکیداً ممنوع است. متاسفانه آن حس از اباطیل که به هر بهانه بر گرده اوراق انباشته ام
و جعلیات منقوشی که غالبا شبانه بر پرده هایم کاشته‌ام برای قبر دوستان جای خالی قبر را پر خواهد کرد. اما کاش جوانمردی بتواند هرچه از این دست مردریگ هم که از این جانب میماند ریز و درشت تل کند و آن را هم بسوزاند. در پایان بزنم اگر در غیابش افتاده بودم تلفن کنید که خلاص شد. اینش که من شدم یا او نه اهمیتی دارد نه قیمتی. و از بابت این آخرین زحمت هم ممنون است هم معذور. قسمت ما دیگر ظلمت باشد از آن شما همه نور.